وحید مرادی از لاتای خوب تهرون بود، خدا رحمتش کنه، به نامردی کشتنش. میگن یه روز تو قهوه خونه یکی از این بادمجون درغابچینا بهش گفت داش وحید دیشب یه جا نشسته بودم، یه چند نفر پشتت بد میگفتن و مسخرت میکردن. به مولا من خیلی ناراحت شدم، چون رفیقتم گفتم که طرفاتو بشناسی داداش. وحید مرادی هم که باج به شغال نمیداد نگاش کرد و گفت برو بابا دوزاری، مفتبری نکن. اولا تو اگه رفیق بودی همونجا بالاخواه من در می اومدی، از اونجام سالم بیرون نمی اومدی. خبرشم یکی دیگه واسه من می آورد که یه جا پشتت حرف زدن فلانی هم بالات در اومده، نه که خودت بیای و تعریف کنی. دوما اونی که پشت من حرف میزنه وجود نداره تو روم حرف بزنه، یه سنگی پرت کرده که از سر کوچمون هم رد نشده. اون وقت تو الان اون سنگو آوردی زدی تو سر منو. لایکی